در رابطه با فروش اینترنتی چیزای زیادی است که باید یاد بگیریم، اما متاسفانه کسایی که این چیزا رو آموزش میدن یا انقدر خشک و یبس توضیح میدن که آدمو یاد دوران گند مدرسه میندازن، یا واقعا در مورد چیزی که به زبون میارن تجربه عملی ندارن. راه اندازی فروشگاه اینترنتی، خلاقیت، تولید محتوا، سوشیال مدیا یا حتی فروش اینترنتی چیزایی هستن که با تمام وجود دوست دارم آموزش بدم و در آغاز راه دوست دارم تو هم کنارم باشی. من رضام، دیوونه نیستم، ولی همینم دیگه. این کلیپو هم ساختم که یکم باحالتر به نظر برسم. خلاصه تا این دوستمون منو داغون نکرده، بیا تو پیج، بیا دیگه. از موتوریم هیچ وقت جنس نگیر.